نوارها و معلومات های صرف خانوادگی از فرزندان و از دخترها و از داخل خانواده امام علی رحمان به دست مخالفین میرسند. شما فکر میکنید که این گونه معلومات ها از طرف آدمان عادی فرستاده می شود به خارج به دست مخالفین؟ نه، این هدفناک است به خاطر ضعیف کردن اون نفری که احتمالاً میخواهد به سر قدرت بیاید، چون که اگر اون به سر قدرت آمد حتما وزارت‌های قدرتی را افراد خودش رو میارد، پاکسازی میکند، اینا رو یا زندان میکند یا از قدرت دور میکند. و برای اینکه این اپراسیا تا آخر عمر امام علی رحمان و یتیم و رمضان رحیم زاده و دیگر قدرتمندان ادامه کند، اینها هم وضعیت رو در داخل از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی متشنج میکنند، سابوتاژ ها میکنند، هم به اپوزیسیا گاه ناگاه این معلومات ها رو میفرستند تا اینکه شبکه های گوناگون که اپوزیسیا هم یکسان و اینترنت که همش در کنترل یک نفر یا دو نفر باشد، این معلومات ها را دیگر به مردم فاش کنند و تا اینکه جایگاه مردمی میراثبران آینده در جامعه پایانتر برود. من برای چی را میگم؟ من به بعض دوستان برادرانی که بلاگر هستند و فعال هستند همیشه این هشدار را میدم که برادران، ما نباید بازیچه دستی کدام یک مافیا و کلان های داخلی تاجیکستان باشیم. یعنی وقتی که معلومات رو میفرستند هدف این است که معلومات نشر شود، حتما این روانه شده است ضد کدام گروهی رقیب در داخل حاکمیت. و از یک طرف این از لحاظ فردی، انسانی، شرعی شاید که ما باید احتیاط کنیم و نباید به مسائل خانوادگی یک انسان حتی اگر دشمن و رقیب ما هم باشد دخالت کنیم، اگرچه اونها اون بدبخت ها و اون به انصاف ها این کار را میکنن، کرده ایستادن، اما ما نباید این کار را تا به این حد بکنیم. این از یک طرف. از طرف دیگر ما نباید بازیچه دستی کدام یک گروه باشد که اونا از دیگر فرق نمیکنن، یکی با دستی ما دیگر رو میزند. چند سال قبل به دست من شخصا نوارها از اون نفری که رهبر زندان ها بود، اسمش زارا میگفتن، شریپوف، از خانواده اش و زنهای چندمش و معشوقه ها و از خانه ها و ماشین ها و تجارت ها چگونه اون کارهای کرده زندانی ها را، کارهای دولتگری را در بازارها چگونه میفروشند، معلومات های زیاد، عکس و ویدیو رسید. و خب دلیل چه بود؟ این از نام سرچشمه های حالا مشکوک، چون این زارا زندانی های سیاسی شما را در زندان عذاب میدهد و شخصی خیلی بد هست، شما این را بر ضدش آشکار کنید که یک انتقام بگیرید از او. و خیلی از دوستان ما دیگر خرسند که اکنون ببینید بعد دست ما این معلومات ها افتاد و حالا از این شریپوف نامش فراموش کردم، از این زار حالا انتقام میگیریم. این یک انسانی واقعا ظالمه و واقعا هم نسبت نه تنها زندانی های ما بلکه تمام زندانی ها و مردم خیلی ظلم های بیرحمانه کرده است این آدم و انتقام خود را اکنون میگیریم. من گفتم نه، ببینید اولش که مسئله خانوادگی است، دوم این که شما از کجا میدونید که این را به چه هدف به ما فرستادن؟ و من گفتم تحلیلم این است که این آدم رو از وظیفه میخواهند بگیرن و میخوان این رو به دست ما کنن و تا اینکه این آدم بعد از رحمان و از نهادهای قدرتی و از اون کسانی که جای او را میگیرن خفه نشود، بگید خب اپوزیسیا این کار را کرد و نوارها را نشر کرد و دیگر او را از وظیفه گرفتن. ما این کار را نکردیم، من اجازت ندادم، چون در دست خودمان بود اجازت ندادم که اون نشر شود، تا هنوز نشر نکردیم. و اما بعد یک ماه گذشت از این حادثه یا 2 ماه باز تکرارا فرستادن که چرا شما نمیکنید این کار را و این قدر ظلم کرده است، محمد علی را عذاب داده ایستاده است، سید عمر را، مخزومی ابوالستار را، دیگران را، چرا این کار را نمیکنید؟ گفتیم خب ما چرا این کار را بکنیم؟ شما اگر اون قدر زور دارید، توان دارید، پیش روی این بدبخت را بگیرید که عذاب ندهد. بعد 2 هفته او را از وظیفه گرفتن، کسی دیگر آمونده. بعد من با دوستان گفتم دیدید، یعنی این واقعا ظالم است، این بدبخت است، اما این رو میخواستن بیزنن، به آبرو کنن به دست ما و این رزمارک‌های داخلی حاکمیت است. و دقیقا همون کاری که در قزاقستان شد، یعنی وقتی که مسئله قدرت می رود، نظربایف که خودش پیشوای ملت است، اون رئیس کمیته امنیت، معاونش، دیگر گنرال ها بر ضد ملت خود، بر ضد پرزیدنت خود، بر ضد دمونسترانت ها یا مردم معترض خود آتش کشیدند، گروه های مافیازی را
گروه های ورزشگری رو در میدان برآوردن و هم حکومت رو، میلیسه ها رو زدن، هم تظاهر کنندگان رو. من دقیقا این حادثه رو، این حالت رو در تاجیکستان هم میبینم. بنابر همین مطمئنا باید قبول کنیم که در بدنه حاکمیت هم نفران خوب هستند وطن دوست و هم خائن ها نشستند که در روز قدرت هم آماده هستند علیه کسی که باشد تیر بکشند. وقتی که آماده است بر ضد خانواده پرزیدنت، بر ضد نفری که آینده میتواند پرزیدنت شود، احتمالاً به ما مواد میفرستد و با این وسیله عمر سیاسی خود را و امام علی رحمان را طولانی کردن میخواهد، چرا او در روز مبادا با ضد رحمان و ضد کسی دیگر تیر نکشاید؟ حتما تیر خواهد کشید. برای گرفتن قدرت، برای حفظ قدرت خودش اون آماده است که علیه کسی که باشد تیر خالی کند. بنابر همین اینجا نقطه اساسی این است که ما باید از این عبرت بگیریم و دست بکشیم دیگر از اون که فکر کنیم همه خوبها در حکومت و همه بدها در اپوزیسیون است، یا برعکس ما هم فکر کنیم که همه خوبها ما در اپوزیسیون هستیم و همه بدها در حکومت. نه، همون تفکر خیانت به وطن، به ملت، به یا مبارزه برای قدرت، برای منصب در همه جا هست، در همه جا خواهد بود و همون نیروهای سالم که برای ملت، برای دولت، برای آینده کشور مبارزه میبرند فکر میکنند در اپوزیسیون هم هست و الحمدلله و خدا را شکر که بیشتر همینا هستند و در حکومت هم وجود دارد که متاسفانه شمارهشون در اونجا کمتر است. اگر در اونجا شماره زیاد می بود هیچ وقت حکومت در دست رحمانوف نمی افتاد و هیچ کس اجازت نمیداد که امام علی رحمان مثل نظربایف حکومت را به این شکل بگیرد در قبضه خودش.